مسئله 118 مسکوف کینه 789 تریتی اوروین. میگه که تحت تاثیر قوه 12 نیوتن جسم از روی همواری که کوفیسینت سویش بین جسم و همواری 9 از 10 یک است موافق قانون زیرین یعنی x برابر 5 جمع t کوادرات حرکت کرده ایستاده است. ماسه جسم رو ما باید پیدا کنیم و بیاید اول جهت کینماتیکی مسئله را حل میکنیم. جهت کینماتیکیشه یعنی ما اول معادله حرکت هم نویسیم. از بس که در اینجا t کوادرات هست وقتی که وابستگی x از وقت در اینجا وقتی وابستگی x از t کوادرات داشته باشه یعنی اینجا گفتن ممکن است که حرکت ما ثابت شتاب هست. فهمو؟ حرکت ما ثابت شتاب است. پس می نویسیم در معادله حرکتی ثابت شتاب می نویسیم x برابر x نول جمع v نول x t جمع ax t کوادرات تقسیم 2. اگر جسم از روی تیر x خط تیر x حرکت کرده ایستاده باشد پس ما میتوانیم گوییم که ax خود یعنی همون a می باشد یعنی ax خود شتاب جسم می باشد. پس انا همین معادله حرکت ثابت شتاب رو با این معادله که در مسئله با ما داده شده است مقایسه میکنیم. x برابر 5 جمع t کوادرات 5 جمع t کوادرات میبینیم که 5 t نداره. فهمو؟ در اینجا کدام اعضای ما t نداره؟ x نول ما t نداره. پس ما میتونیم از اینجا به دست بیاریم که x نول برابر است با 5 واحد 6 متر. اما این چیز با ما در کار نیست. عموما در حل انا همین مسئله با ما در کار نیست. با ما شتاب در کار است چون که در اینجا قوه داریم کوفیسینت سویش داریم ما سر باید بیاریم موافقاً با ما شتاب در کار است. t کوادرات رو میبینیم در اینجا کدام اعضای ما t کوادرات دارد انا همین اعضا می نویسیم a. ما گفتیم که اگر جسم در اینجا من تصویر میکنم اگر جسم خط تیر x حرکت کرده ایستاده باشد پس شتاب یعنی همین جسم این خودش یعنی ax برابر میشود با a. یعنی که میتونیم نویسیم ax برابر است با a برابر است با در اینجا ax برابر است با a. اکنون انا همین اعضای t کوادرات دور با اعضای t کوادرات دور باید برابر شود. یعنی ما از مانند کنی انا همین معادله ها ما پیدا میکنیم که ax میتونه ax t کوادرات تقسیم 2 برابر است با اعضای t کوادرات دورمون انا همین ax t کوادرات تقسیم 2 همین برابر میکنیم با اعضای t کوادرات دوری انا همین معادله یعنی یک t کوادرات. بعضی t کوادرات و t کوادرات اختصار میشه در اینجا میتونیم یک نویسیم یک ضرب t کوادرات ax برابر میشه با 2 طرف میرود 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. فهمو؟ اکنون در اینجا جسم از روی همواری حرکت کرده ایستاده است با وای چه قوه تاثیر میکنه؟ با وای قوه 12 نیوتن یعنی مثل قوه کشش قوه 12 نیوتن تاثیر میکنه و باز قوه سویش تاثیر میکنه. قوه سویش تاثیر میکنه ما قوه سویش با حرف F خرد اشاره میکنم و قانون دوم نیوتن رو برای حرکت انا همین جسم مینویسیم. یکم مینویسیم m a x یا اینکه انا همون m a خودش یعنی در سمت تیر x ما قانون دوم نیوتن رو مینویسیم. m a حرکت به سوی تیر x است برای همین مینویسیم که m a برابر است با چی قوه‌ای که به سمت تیر x تاثیر میکنه. در حالت ما یک قوه تاثیر میکنه f. چی قوه‌ای که مقابل سمت تیر x تاثیر میکنه یعنی f خورد این مقابل است برای همون مینوس f. این f خورد قوه سویش است و قوه‌های دیگر با مثل قوه وزنینی و قوه ریاکسیون تکیه‌گاه نیست ما میتونیم اینجا تصویر کنیم و این اینجا در تیر y هم وارد کرده میتونیم. در اینجا باز برای تیر y نوشته میتونیم که در تیر y جسم حرکت نمیکنه یعنی جسم بالای پایان نمیرد برای همین شتاب نداره در تیر y برای همین 0 برابر است با سمت تیر y ما قوه n داریم مقابل تیر y قوه mg داریم. از همینجا پیدا میکنیم که از معادله دیوم n ما برابر است با mg. پس در جای قوه سویش ما میتوانیم گذاریم که قوه سویش برابر است با میو n. از بس که n با mg برابر است پس قوه سویش برابر است با میو mg
ولی ما باید چی رو پیدا کنیم؟ ما باید ماسا رو پیدا کنیم. یعنی از همین مدل ماسا رو پیدا میکنیم. بنویسیم ماسا برابر است به چیزی که در اون طرف مدل هست F طرحی قوه ایستای شما گفتیم که بنویسیم میو N یا که میو ام جی. بیاید سراسری من همیشه مقدار باز ماسا داریم. باز ماسا داریم برای اینجا. بنویسیم همه قانون یک بار دیگه بنویسیم MA برابر است به F با ما معلومه مینوسی F مایده ما این میو ام جی. اکنون برای که ماسا را بیاریم در اینجا ماسا داریم، در اینجا هم ماسا داریم. همین اعضاهایی که ماسا دارن به یک طرف میگذرونیم. مینوس میو ام جی به اون طرف میگذرونیم چی میشه؟ ام ا پلوسی میو ام جی برابر است به F. از اینجا ام و ام رو از خاص میبریم. ام در خاص موند ا جمع میو جی برابر F. فهموش دسته؟ از اینجا پیدا میکنیم ام چیزی که خطی ام جا ضرب شده پایان میروه. F تقسیمی ا جمع میو جی. قیمت های عددی را میگذاریم. F ما چنده؟ 12 نیوتن. I ما را ایجا پیدا کردیم. پیجوش را ما پیدا کردیم 2 متر تقسیم ثانیه. یعنی 2 جمع میو ما 0 از 1 0 از 1 ضرب 10. یعنی 0 از 1 ضرب جیمون 10 میگیریم تقریبا. 1 جمع 2 شتاب 3 12 تقسیم 3 4 چی؟ کیلوگرم. این جواب ما. فهمیدین؟ این بود مسئله 118 صفر 789 مسکوف کنه.